آقا من تا آماده شدم که یه معرفی بگیرم، دیدم محمد اینجا وایساده، گفتم از یه سوال ازش بپرسم، میخوام اون سوال شما هم جواب بدین. یه دقیقه فقط من دوربینو ست کنم بیام. وایس من برم اونور. خب بچه من محمد میدونه من خیلی عاشق پادکست گوش دادنم، هر روز پادکست گوش میدم. دیدم که چقدر یه سری نکته هایی که مثلا میشنوم جذابه و خوبه که شما هم بدونید. بیام مثلا تو طول هفته بهتون بگم توی این پادکستی که مثلا توی قسمتش میگفتش که برای اینکه بدن خیلی فرش تازه مثلا سلامت داشته باشیم خوبه که آب خیلی بخوریم، برای اینکه تمام ارگان‌های بدن به آب خیلی ربط دارن و اینا و خیلی کمک کننده است برای سلامتی. به نظر تو ما مثلا اگه بخوایم این کره زمینه، شما هم بگید این کره زمینه فاصله مثلا اینجا تا این ورش یا مثلا این ور تا این ورش چقدره کیلومتری؟ 80,000 کیلومتر. 80,000 کیلومتر؟ نه زیاد برم بالا یا بیام پایین؟ بیا پایین. 60 برم بالا. پایین 50. نه خب دیگه نگو. استوری بعدی میگم بهتون که چنده. قطع کن. خب میخوام سوال جواب بدن اینو بعد بریم استوری بعدی. سوال جواب ببین چی می‌خواستم بگم یادم رفت. من اصلا قطع نمی‌کنم، باید همینو بری. چند می‌بینی؟ 1 تا 10. یعنی چی ظریف پوشی؟ آقا تو مثلا ببین ما خب 10 تا شرکت کننده داریم. خب اگه این 10 نفرن این 10 این وایسا بابا شما جواب بدید ما جواب